روزی زبیده زوج هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان بازی می‌کرد و با انگشت بر زمین خط می‌کشید. پرسید چه می‌کنی؟ بهلول گفت خانه‌ای در بهشت می‌سازم. زبیده پرسید این خانه را می‌فروشی؟ بهلول گفت آری. زبیده پرسید قیمت آن چقدر است؟ بهلول مبلغی ذکر کرد. زبیده فرمان داد که آن مبلغ را به بهلول بدهند و خود دور شد. بهلول ضربه گرفت و بر فقیران قسمت کرد. شب هارون الرشید در خواب دید که وارد بهشت شده. به خانه‌ای رسید و چون خواست داخل شود او را مانع شدند و گفتند این خانه از زبیده زوجه توست. دیگر روز هارون ماجرا را از زبیده بپرسید. زبیده قصه بهلول را باز گفت. هارون نزد بهلول رفت و او را دید که با اطفال بازی می‌کند و خانه می‌سازد. گفت این خانه را می‌فروشی؟ بهلول گفت آری. هارون پرسید بهایش چه مقدار است؟ بهلول چندان مال نام برد که در جهان نبود. هارون گفت به زبیده به اندک چیزی فروخته ای؟ بهلول خندید و گفت زبیده ندیده خریده و تو دیده میخری، میان این دو فرق بسیار است.